به نام خداوند جان و خرد. یکی از قوانین مهم هستی که بسیار کلیدی و راهگشا برای ماست قانون جبرانه. در قانون جبران یه مطلب بسیار مهمی نهفته است. قانون جبران میگه در کائنات هر فعلی که برای تو صورت میگیرد یا نعمتی که به تو میرسد، حالا با هر واسطه‌ای باید در ازای آن فعلی برای جبران انجام بدهی. چنانچه این جبران توسط تو صورت نگیرد، بر اساس همین قانون کائنات خودش چیز دیگری را به عنوان جبران از تو خواهد گرفت. این نکته بسیار مهمی است، چون ما غالباً در تجارب زندگی روزمره موارد رو داریم که تصور میکنیم که اگر به عنوان مثال در جایی یک تخلفی رو انجام بدیم، یک خلاف رانندگی رو انجام بدیم، خب کسی ما رو ندیده و دوربینی هم ثبت نکرده، در حالی که ممکنه ما یک کار خلاف و خطرناک رو انجام داده باشیم. اتفاقا چند روز بعد جایی توسط پلیس جریمه میشیم و متوجه میشیم که این جریمه‌ای که شدیم بخشش به خاطر اون بی‌توجهی روز قبل بوده. بنابراین آنچه که خیلی مهمه و کلیدی است اینه که بدانیم در مجموعه جهان هستی یک قانون نانوشته‌ای وجود دارد به نام قانون جبران که میگوید شما به هر میزانی که از برکاتی استفاده کردید و منشأ این برکات یا خداونده یا پدر و مادرتون هستند یا مربیتون هست یا اساتیدتون هستند یا همسایگانتون هستند یا دوستانتون هستند یا هموطنان شما هستند یا هم نوعان شما هستند. هر کدوم این موارد که برکتی به شما رسیده، ثروتی به شما رسیده، پولی به شما رسیده، آموزش و آگاهی به شما رسیده، بایستی اهتمام بکنید که معادل همون به اضافه یک جبران بکنید. حالا اگر این کار رو نکرده، چون انسان دوست داره که از زیر بار این تعهدها خودشو خلاص بکنه و حتی الامکان این کار رو انجام نده، میخواد یه چیز رایگان به دست بیاره. اگر این گونه بودید منتظر باشید که مجموعه هوشمند عالم هستی از شما یه چیزی رو به عنوان جبران بگیره. خب این قاعده رو غالب انسان‌ها در جریان نیستن. اگر در جریان باشن، چون میدونن که در نظام هستی هیچ گونه تعارفی وجود نداره، جهان هستی بسیار هوشمند و بسیار دقیق کار خودش رو انجام بده، قطعاً سعی میکنن که این مسائل رو رعایت بکنن. بر این اساس هر انسانی باید در زندگی خودش بسیار دقیق باشد و به دقت مراقب باشد که چگونه و چرا نعمتی را جبران نکرده است. یعنی ما نیازمند این هستیم که محاسبه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم از ابتدای زندگی تا امروز چه نعمت‌هایی به ما رسیده و ما چه جاهای جبران نکردیم. اینها رو یادداشت بکنیم و دانه دانه اینها رو جبران بکنیم. جبران از هر طریقی صورت می‌گیرد، از پرداخت یک مابع‌العضا گرفته تا جواب لبخندی را با لبخندی دادن، که برخی قانون جبران رو به قانون کارما هم تشبیه کردن. بر این اساس آنچه که ما به عنوان یک فرمول بهش میرسیم اینه که یک، بدانیم که قانون جبران وجود دارد. دو،
بدانیم که قانون جبران دقیق و بدون هیچ گونه مماشاتی عمل می‌کند. 3. باید بدانیم که چه کمک‌هایی و چه یاری و دستگیری‌هایی به ما رسیده، چه مادی و چه معنوی. اینها رو بررسی بکنیم و یادداشت بکنیم از ابتدای زندگی تا امروز و همه اون موارد رو، چه اونهایی که مادی هستند، چه اونهایی که غیر مادی هستند، چه اونهایی که به واسطه دعا، به واسطه موج مثبت، به واسطه لبخند به ما رسیدن، همه اونها رو شناسایی بکنیم، یادداشت بکنیم و دانه دانه جبران اون رو به عمل بیاریم. به محض اینکه وارد این فرایند شدیم، اساساً شرایط زندگی هم برای ما به شکل حیرت انگیزی تغییر خواهد کرد. البته ما برای تغییر شرایط زندگی این کار رو نمی کنیم، ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم، ولی وقتی وظیفه خودمون رو انجام دادیم و با نظام هستی هماهنگ شدیم و به قوانین عالم هستی احترام گذاشتیم که یکی از اونها قانون جبران هست، اون وقت اتفاقات جالبی در زندگی برای ما خواهد افتاد به واسطه همسویی با جریان هوشمندی عالم هستی. پس اهتمام داشته باشیم و اهتمام داشته باشید که این قانون رو بدانیم و به همون شیوه و روش هایی که گفتیم ابعادش رو شناسایی بکنیم و برکاتی که از جانب این قوانین به ما رسیده، این برکات رو لیست بکنیم و دانه دانه اینها رو بر اساس قانون جبران عمل بکنیم و تیک بزنیم و در یک مقطعی به یک حسی برسیم که فکر کنیم مثل یک دو کفه ترازو دیگه کاملا بالانس شدیم و همه اون مواردی رو که بایستی طبق قانون جبران انجام میدادیم انجام دادیم. اگر این گونه بشه ما تقریبا میشیم با نظام هستی از حیث قانون جبران در یک وضعیت 0-0 قرار میگیریم و این ما رو در یک شرایط کاملا بالانسی قرار خواهد داد. پس اهتمام داشته باشید به قانون جبران و بعد از این که این قانون رو در مقاطع مختلفی در زندگی عمل کردید و برکاتی از اون به شما رسید، از تجارب خودتون، از نحوه عملکرد خودتون و از برکاتی که به شما به واسطه قانون جبران رسیده ما رو هم در جریان بگذارید تا در این مجموعه و سایر مجموعه ها تجارب شما به اشتراک گذاشته بشه و افراد فعال شدن قانون جبران رو در مورد یک فرد، در مورد یک خانواده، در مورد یک مجموعه به چشم ببینند و با اطمینان خاطر بیشتری در این مسیر حرکت کنند. موفق باشید.